پاره‌ها از کتاب نیکولای خانیکوف توضیحات درباره بخارای خانی سال 1843 میلادی. زبان پارسی زبان نهایت نفیس و نظم عالی است. تاجیکان خلق نهایت مشهور و خیلی گسترش یافته شرقند. تاجیک واژه خیلی قدیمی است و از تاج و تاجدار سرچشمه گرفته است. با نظر داشت صفات‌های والا، چهره‌های بس زیبا، حصه بزرگ آنان در رشد تمدن بشری، این قوم بزرگ سزاوار نام تاجدار است. آنها روحاً و جسماً توانا بوده، همه گونه دشواری را با آسانی پس سر میکنند و همیشه میل به کار و آفریدگاری دارند و زیبایی پرستند. چهره تاجیکان زیبا بوده، آنها قد بلند، سپید پوست، موی چشمانشان سیاه است و لباس شینم دارند. در مجموع زندگی تاجیکان با نزاکت است. تاجیکان کنونی یا به عباره دیگر همان پارس ها قوم شگفت‌انگیز زیبایی می باشند، با چهره بی نهایت زیبا و گرد، با خطهای درست، ابروان سیاه، چشمهای سیاه کلان یعنی چشمهای غزالی دارند که در بین مردمان مشرق زمین نشانه زیبایی استثنایی به شمار می روند. رنگ موی سر و صورت آنان مشکی و اغلب بلند بالا و رشید بودند. تاجیکان دارای دیدگان درشت و تیره، بینی خوش فرم یعنی خوش طرح، دهان فراخ، پیشانی پهن و باز و به طور کلی ساختمان و استخوانبندی آنها درشتر از ایرانیان باختری است.